تولید. خبرنگار اعتماد جناب احسان بوداقی از آقای محسن عسکری خبرنگار BBC World Service هم خواهش می‌کنم که آماده باشه. سلام آقای رئیس جمهور. یکی از وعده‌های جناب عالی اعاده حقوق شهروندی بود و هست. تو این زمینه هم به هر حال بحث نوشتن منشور حقوق شهروندی شروع شد. الان به جاست که بگید امروز دقیقاً این منشور حقوق شهروندی در چه مرحله‌ای قرار داره؟ آیا این منشور ضمانت اجرایی هم خواهد داشت و آیا دولت برای اینکه این منشور راهکارهای اجرایی هم در نظر گرفته؟ و علاوه بر این پرسش برای خیلی از صاحب نظران الان مطرحه که با توجه به اینکه بخشی از نقض حقوق شهروندی داره در جاهای خارج از دولت صورت میگیره، دولت برای پایان دادن به این وضعیت چه کار میخواد بکنه؟ و در پایان آقای رئیس جمهور من میخوام به عرضتون برسونم که یکی از همکاران رسانه ما خانم صبا آذرپیک مدتی است که در بازداشت به سر میبره. ما از شما تقاضا داریم که اگر میشه وضعیت ایشون رو پیگیری کنید و خانواده ایشون رو از نگرانی در بیارید. ممنونم. متشکرم. عرض کنم که موضوع حقوق شهروندی یکی از قولهایی بود که من در دوران تبلیغات انتخاباتیم به مردم وعده داده بودم که من بعد از انتخاب یک منشوری رو تحت عنوان منشور حقوق شهروندی در اختیار مردم قرار خواهم داد و تلاش میکنم برای اجرای اون منشور همطور که میدونید تهیه شد. تو همون 100 روز اول هم پایان 100 روز اول منشور تهیه شد. بعد ما در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار دادیم. نظرات بسیار زیادی راجع به اون حقوق شهروندی آمد که بخش حقوقی بنا شد که همه اون نظرات رو بگنجانه و اصلاحات لازم رو انجام بده. این کار تا اینجا انجام گرفته و همین اخیراً هم به من دادن، گفتن با اصلاحات ما انجام دادیم. این دیگه خود من باید یک دور دیگه این متن رو با مشاورینم بخونم و نهایی بکنم برای انتشار. امیدوارم انشاءالله تا پایان یک ساله دولت که 2 ماه باقی مانده این کار انشاءالله انجام بگیره و منتشر بشه. منتها نکته مهمتر اینه که حالا چجوری این منشور اجرایی میشه. مبنای این منشور همونطوری که قبلا من گفته بودم فصل 3 قانون اساسی و حقوق ملت هست و نکاتی که مثل فرمان 10 ماده‌ای حضرت امام یا فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام یا فرامین دیگری که در این زمینه مقام معظم رهبری داشتن، ما اینها رو هم مد نظر قرار میدیم در این منشور به هر حال و مورد توجه قرار میدیم. این منشور در واقع وقتی نهایی میشه 2 قسمت داره. یک قسمتی است که دولت میتونه اجرا بکنه، یعنی تبدیل میشه به یک دستورالعمل، به یک مصوبه هیئت وزیران، ابلاغ میکنیم به هر حال به دستگاه‌های اجرایی. یه بخشایی هم مربوط میشه به دستگاه‌های دیگر. حالا اونایی که مربوط به دستگاه‌های دیگه میشه، اگر ما میتونیم قانون رو پیدا کنیم، یعنی یه قانون وجود داره، خب به اون قانون میشه استناد کرد و اجرا کرد. ولی اگر نیاز به قانون جدید داشته باشه، خب حتما باید لایحه‌ای بشه، تقدیم مجلس بشه و مجلس شورای اسلامی باید اون رو تصویب بکنه، چون به هر حال یکی از چیزایی که در قدرت ما نیست و نباید هم باشه وضع قانونه که در اختیار مجلس شورای اسلامی هست. و امیدواریم با نهایی شدن و اجرایی شدن این منشور کمکی بشه به شهروندان عزیز برای احقاق حقوقشون نسبت به اون فردی هم که فرمودید. چشم، ما دنبال میکنیم در حد توانی که داریم از طریق دستگاه قضایی که اگه مشکلی داره انشاءالله مشکلش حل بشه. خواهش می‌کنم. آقای محسن عسکری از BBC World Service، فقط یک نکته، فرصت سوال پرسیدن از رئیس جمهور فرصت مغتنمی است که خب هر کسی دوست داره که از این فرصت استفاده بکنه. خواهش می‌کنم به اشتیاق خودتون غلبه کنید، از جملات مرکب و سوالات ترکیبی هم صرف نظر کنید.